سراینده مشهور تاجیک فیضگل یوسفووا از عالم درگذشت. الله رحمتش کند. مراجعت من به اهل خانواده و مخلصان مرحوم این است که هر قدر که می توانید نوارهای او را از شبکه ها پاک کنید. هر نواری که در آن به حجاب است و می سراید یا در محفل هایی که می رقصد حتما همه اش را پاک کنید. این همه رسم و نوارهای او گناهان جاریه است که بعد از مرگ هم در نامه اعمالش گناه نوشته می شود و در قبر و قیامت مورد عذاب قرار می گیرد. این را خداوند در آیه 12 سوره یاسین خبر می دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا و آثارهم. این ماییم که مردگان را زنده می کنیم و در دنیا هر آنچه انجام دادند از عملهای نیک و بد و آثار آن را می نویسیم. یعنی آثار عملهای نیک و بد آنها را می نویسیم و جزا و پاداش آن را هم می دهیم. این همه رسم و نوارهایی که در شبکه دور می زند فقط گناهان او ثبت شده است. یعنی بی‌حجابی، رقص و سرایندگی، اشتراک در محفل‌های رقص و شراب که با اتفاق تمام علمای اسلام حرام و ناجایز بوده از گناهان کبیره به شمار می رود. فیضگل یوسفووا از دنیا رفت ولی آثار گناهانش در شبکه ها باقی است. پس اگر می خواهید که به او نیکی کنید حتما تمام رسم و نوارهایش را از شبکه ها پاک کنید. اگر این کار را انجام دادید در واقع بزرگترین نیکی را در حقش انجام داده اید. بلاگرهایی که رسم و نوارهای به حجاب او را میمانید و خبری وفاتش را میدهید از الله بترسید. خصوصا دوست مراد شریفا، شما خود تصور کنید رسم و نوارهای زنی به حجاب را به نمایش میگذارید. مگر این گناه نیست؟ شما را به خدا گناهان او را پهن نکنید، بلکه هر قدری که می توانید گناهان او را پوشانید و پاک کنید.